حقیقت تکان دهنده درباره توانگری. حقیقت تکان دهنده درباره توانگری این است که توانگر بودن کاملا درست است، نه نادرست. راسل اچ کانول در سخنرانی‌های مشهورش با عنوان کرورها الماس تأکید می‌کند: مجبورید ثروتمند باشید زیرا حق ندارید فقیر باشید. زندگی کردن و ثروتمند نبودن حتماً بد اقبالی است و بدبختی مضاعف آنکه به همان اندازه که می توانید فقیر باشید می توانید ثروتمند گردید. این وظیفه بیچون و چرای ماست که از راه‌های شرافتمندانه ثروتمند شویم و البته راه شرافتمندانه تنها راهی است که به سرعت ما را به سوی ثروت می کشاند. توجه کنید که واژه ثروتمند به معنای برخورداری از وفور نعمت و همچنین زندگی غنی‌تر و رضایت بخشتر است. همانا میزان آرامش و تندرستی و شادمانی و فراوانی شما میزان توانگری شما را نشان می‌دهد. برای رسیدن به این هدف راه‌های شرافتمندانه‌ای وجود دارد که انجامشان آسان‌تر از آن است که اکنون بتوانید تصورش را نیز بکنید. این هم یکی دیگر از حقایق تکان دهنده درباره توانگری است. چند دهه پیش بازرگانی پیش بینی کرد که رهبران آینده ناگزیر باید بیشتر توجه خود را معطوف کمک به پیروان خود کنند تا بتوانند مسائل اقتصادی و مشکلات شخصی زمان حال خیش را حل کنند و کمتر متوجه گذشته مرده یا آینده به دنیا نیامده باشند. بدون شک از این راه از گذشته مرده و آینده به دنیا نیامده تا نیز مراقبت خواهد شد. باید آرزومند توانگری باشید. شاید بزرگترین ضربه‌ای که در آغاز سخنرانی درباره توانگری بر من وارد آمد این دریافت بود که بسیاری از کسانی که به سخنرانی‌هایم می‌آمدند هنوز اندر خم یافتن راه حلی برای آن تعارض قدیمی بودند که آیا باید آرزومند توانگری باشند یا نه. البته که توانگری می‌خواستند. هر انسان متعادل و بهنجاری آن را می‌خواهد. منتها در خفا مردد بودند که آیا از دیدگاه معنوی نیز باید طالب آن باشند یا نه. بازرگانان و بیشتر کاسبکارانی که در سخنرانی‌هایم شرکت می‌کردند از اینکه جویای توانگری بودند احساس گناه می‌کردند، اگرچه هر روز در جستجوی توانگری سخت می‌کوشیدند. معلوم بود که هنوز این سوال در ذهنشان مطرح است که فقر فضیلتی معنوی است یا نقصانی مشترک و معلول. تعارض اندیشهشان در امورشان جلوه‌گر می‌شد و هر اندازه نیز سخت می‌کوشیدند تلاش‌هایی را که در راه کامیابی به انجام می‌رساندند خنثی می‌کرد. پس از چندی بر من آشکار شد که باید در این باره عقایدی جسورانه و تکان دهنده ابراز کنم تا باورهای محدود کننده‌ای که موجب شده بود این اشخاص به زندگی بخور و نمیر قناعت کنند خنثی شود. در نتیجه چند سخنرانی را به توضیح درباره رابطه الهی میان انسان و میزان توانگری او اختصاص دادم. پس از ضربه‌های آغازین این مردمان نیکو چه آسودگی خاطر و شادمانی ژرفی یافتند که دیگر لازم نیست برای طلب توانگری احساس گناه کنند. تازه آنگاه بود که توانستند ثمرات وصف شده را در مدت زمانی کوتاه تجربه کنند. از آن زمان تا کنون در سخنرانی هایی که در سراسر کشور کردم و همچنین در مشاوره ها و مکاتبه های خصوصی بسیار درباره این موضوع و در مصاحبه های رادیو و تلویزیون و روزنامه ها دریافتم که این اعتقاد همچنان به قوت خود باقی است.
مردمانی نازنین را می‌بینم که ظاهراً سردرگم این مسئله اند که آیا باید توانگری را موهبتی معنوی پنداشت یا نه. اما وقتی به آنها نشان داده می‌شود که توانگری حتماً موهبتی معنوی است، چه آسایش خاطری می‌یابند. پس دیگر بار به تأکید می‌گویم که توانگر بودن کاملاً درست است، نه نادرست. بدیهی است که اگر فقیر باشید نمی‌توانید احساس شادمانی و خوشبختی کنید. وانگهی لازم نیست فقیر باشید. فقر گناه است. فقر جهنمی زائیده کور بودن انسان در برابر نعمات بیکران خداوند برای آدمی است. فقر تجربه‌ای ناپاک و آزاردهنده و خار کننده است. در واقع فقر نوعی مرض است و در موارد شدید نشانه جنون. فقر سبب می شود که زندانها از دزدان و جنایتکاران پر شود. فقر انسانها را به سوی اعتیاد و فساد و فحش و خودکشی سوق می دهد. از کودکان پاک و با استعداد و باهوش مجرم و بزهکار می سازد. باعث می شود مردم به کارهایی دست بزنند که اگر فقیر نبودند به فکرشان هم خطور نمی کرد. کمونیسم که یکی از نهضت‌های خفقان‌آور امروز است، از فقر ناشی می شود. بیشتر دولت‌هایی که به کمونیسم روی آوردند، معمولاً به دلایل اقتصادی چنین کردند و این نظام را راه حلی برای امنیت مالی پنداشتند. عواقب معصیت‌بار فقر بی انتهاست. به این دلیل در مقام یک کشیش وظیفه خود دانستم که تا آنجا که در توان دارم به یاری مردم بشتابم و به آنها بیاموزم که چگونه گناه فقر را از زندگی خود ریشه‌کن کنند. پزشکی را میشناسم که میگوید اگر مشکلات مالی نبود، مطب او همیشه خالی میماند، زیرا بیشتر مردم به علت نگرانی و فشار و تنش مالی بیمار میشوند. او میگوید بیشتر بیمارستان‌های روانی پر از بیمارانی است که سالها زیر فشار مالی بودند و این تنش ذهن و جسم آنها را از کار انداخته است. چنین برآورد کردند که 9/10 بیماری‌های انسان ناشی از فشار و محنت و نکبت زاییده از فقر است. بیایید این اندیشه را که فقر از فضایل است یک سر کنار بگذاریم. فقر گناهی معمول و مشترک است. اگر با تنگنا و تنگ دستی زیسته‌اید در تباهی به سر برده‌اید، این نیز یکی دیگر از حقایق تکان دهنده درباره توانگری است. اما لازم نیست به زندگی در تباهی مالی ادامه بدهید، زیرا این مسئله راه حل دارد. کتاب مقدس سرشار از وعده‌های غنی و شکوهمند درباره توانگری است. این حق انسان است که توانگر و دولتمند و صاحب همه نعمت‌ها باشد، زیرا انسان فرزند خداست و توانگری میراث الهی اوست. آفریدگارتان شما را توانگر می‌خواهد. این نیز یکی دیگر از حقایق تکان دهنده درباره توانگری است. وانگهی اگر توانگر نباشید، نه به درد خودتان می‌خورید نه به درد دیگری. انسانی که نخواهد توانگر باشد نابهنجار است، زیرا زندگی بدون توانگری نابهنجار می شود. بدون غذای درست و لباس راحت و کاشانه‌ای گرم و نرم و رضایت از شغل دلخواه، یا بدون آسایش و بازآفرینی، چگونه می توان در عرصه مادی به تمامی و شادمانه زیست؟ اگر زندگی انسان در عرصه ذهنی عاری از فعالیت خلاق باشد، بدون کتاب یا بدون فرصت برای کامجویی از دانش و فرهنگ، بدون لذت از موسیقی و هنر، بدون پول یا مجالی برای سفر و سایر فعالیت‌های فرهنگی مشابه، زندگی ذهنی او نیز ناقص می‌ماند. اگر آدمی در عرصه معنوی فرصتی برای تفکر و مراقبه و مکاشفه و دعا و مطالعات معنوی نداشته باشد، در این عرصه به کمال نمی رسد. حالانکه توانگری در هر 3 عرصه مادی،
و ذهنی و معنوی برای کمال انسان ضرورت دارد. هیچ عذر و بهانه‌ای را برای کنار آمدن با تنگدستی یا پذیرفتن آن به صورت وضعیتی دائمی قبول نکنید. صرفاً به این دلیل که می توانید کارهای نیک بسیار به انجام برسانید نخواهید توانگر شوید. دلیل اصلی این که می خواهید توانگر باشید این است که باید توانگر باشید. از آنجا که پسر پادشاه یا فرزند خدا هستید، توانگری حق مسلم شما و میراث الهی شماست. دلیلی ندارد که توانگری را از زندگی معنوی خود جدا بدانید. لازم نیست در دو عالم زندگی کنید. 6 روز هفته را بدوید و روز هفتم به خدا فرصت بدهید تا نشانتان دهد که چه میتواند بکند. هر روز هفته و هر لحظه خدا را به چشم پدری دولتمند و پر محبت بنگرید که وضع شما را میفهمد و احساسهایتان را درک می کند و نسبت به همه امور شما علاقه‌مند است و مراقب جزء زندگی شماست. درباره همه کارهایتان، خواه امور مالی و خواه سایر امور، هدایت او را جویا شوید و فرمان الهی او را بطلبید. آنگاه از بهبود دلپذیر همه جنبه‌های زندگیتان به شگفت خواهید آمد. وعده الهی این است: همه چیز از آن شماست. روانکاوی اخیراً به من گفت که دریافته است که علت عمده شکست‌های مردم تعارض درونی آنها درباره این مسئله است که آیا موفقیت از نظر الهی مقدر است یا ملعون. مثلا بسیاری از بیمارانش مدعی هستند که شکست از نظر معنوی بیش از موفقیت مقبول و مورد تایید است. آنگاه برای اثبات عقیده خود این گفته عیسی مسیح را نقل قول می کنند که محال است که خدا و ممونا را خدمت کنید. آنگاه روانکاو باید ساعتها این مسئله را برای بیمارانش توضیح بدهد که چشم دوختن به پیروزی و کامیابی خدمت به ممونا نیست و آنها نباید از خدا به عنوان عذر و بهانه‌ای برای شکست‌هایشان سود جویند. در فرهنگ لغت واژه ممونا ثروت و دولت و مال پرستی و رجحان جهان مادی بر همه چیز توصیف شده است. خادمان ممونا کسانی هستند که خدا را از امور مالی خود بیرون می‌نهند و تنها به پول می‌اندیشند و به گردآوری مال و منال می‌پردازند. هرگاه دریابید که این خواست خداست که توانگر باشید و به عنوان خالق این عالم غنی سرچشمه توانگری شماست، آنگاه مال پرست نمی شوید و از توانگری برای خود بت نمی سازید. شما صرفاً از منشأ همه مواهب و برکات خود میراث غنی و بیکران خیش را می طلبید. آنجا که خدا به موسی گفت خدای خود را به یاد آور زیرا اوست که به تو قوت می دهد تا توانگری پیدا نمایی، گرایش درست معنوی نسبت به توانگری را خاطر نشان می ساخت. واژه ثروت یا تمول و دارایی به معنی زندگی شکوهمند است و این همان چیزی است که متفکر توانگر باید برای حصول آن بکوشد و آن را حق معنوی خود بداند. چه بسا شما نیز جمله‌ای را به خاطر آورید که من نیز در زمان کودکیم بسیار می‌شنیدم. فقیرم اما مسیحی خوبی هستم. اگرچه خود به خانواده‌ای تعلق دارم که چندین کشیش تحویل جامعه داده است، هرگاه آن جمله را میشنیدم مو بر اندامم راست میشد که چرا مسیحیان یا گروهی دیگر از آدمیان باید فقیر باشند. خدا که فقیر نیست و او پدر مهربان همه ماست. مفهوم دیگر آن جمله این بود که اغنیا محکومند که به جهنم بروند. از سوی نمیتوانستم بفهمم چرا ثروتمندان صرفاً به دلیل تمول خود باید به جهنم بروند. این گونه استدلال و استنتاج به نظرم غیر منطقی و بی ربط می آمد.
وقتی کشیش شدم برای اینکه خیال خودم از این بابت آسوده شود به بررسی دقیق کتاب مقدس نشستم و رابطه‌اش را با فقر و تعالیمی که درباره توانگری میداد مطالعه کردم. از این کشف دلپذیر که کتاب مقدس بزرگترین کتابی است که تاکنون درباره توانگری نوشته شده است به وجدی شگفت درآمدم. کتاب مقدس به روشنی نشان می‌دهد که با در پیش گرفتن یک زندگی بخور و نمیر نه موجب رضای خدا می‌شوید نه موجب رضای خودتان. کتاب مقدس از سرآغاز توصیف عالمی غنی است که برای آدمی آفریده شده است. پایان آن نیز وصف نمادین فردوس به غنی‌ترین واژه هاست. بیشتر شخصیت‌های بزرگ کتاب مقدس یا اعیانزاده بودند یا توانگر شدند یا هرگاه که نیازی پیش می آمد به ثروت‌های بیکران دسترسی داشتند. در عهد عتیق افرادی چون ابراهیم و یعقوب و یوسف و موسی و داوود و سلیمان و اشعیا و ارمیا و نحمیا و الیاس را میتوان نام برد و در عهد جدید اشخاصی چون عیسی و پولس را. زندگی و تعالیم عیسی نشان می‌دهد که او به قوانین توانگری وقوف کامل داشت. از همان بدو تولد حکیمان به او هدایای نفیس پیشکش کردند. اگرچه گفته شده عیسی مسیح فقیر بود و حتی جایی برای خفتن نداشت، در شهر ناصره صاحب خانه و کاشانه بود و در فلسطین نیز در همه خانه ها از فقیر گرفته تا غنی به روی او باز بود. نخستین معجزه‌اش تبدیل آب به شراب ناب و هدیه آن به مرد صاحب خانه در جشن ازدواجی بود. بی تردید او برای سیر کردن هزاران نفر در صحرا قانون توانگری را به کار بسته بود. در باب 25 انجیل متی حکایت مردی گفته می شود که عازم سفر بود و اموالش را میان غلامان نیک و متدین و غلام شریر بیکاره خود تقسیم کرده بود. به راستی که درسی نیکو برای توانگری است. هنگامی که عیسی گفت خوشا به حال مسکینان در روح زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است، مرادش کسانی نبود که در تنگ دستی به سر میبرند. مسکینان در روح در اینجا یعنی حلیمان و آنان که افتاده دل و پذیرنده اند و از غرور و خویشتن پرستی و خود بزرگ بینی مبرا هستند. در باب 10 انجیل مرقس می‌خوانیم که شخصی دوان آمد کنار عیسی زانو زد و سوال کرد چه کنم تا وارث حیات جاودانی شوم؟ عیسی با محبت به او نگریست و گفت تو را فقط یک چیز ناقص است. برو و آنچه داری بفروش و به فقرا بده و مرا پیروی کن. اما او از این سخن ترشرو و محزون گشته و روانه گردید زیرا اموال بسیار داشت. آنگاه عیسی گرداگرد خود نگریسته به شاگردان خود گفت چه دشوار است که توانگران داخل ملکوت خدا شوند. چون شاگردانش از سخنان او در حیرت افتادند، عیسی دیگر بار به ایشان گفت ای فرزندان، چه دشوار است دخول آنان که به مال و اموال توکل دارند در ملکوت خدا. سهل‌تر است که شتر به سوراخ سوزن درآید از این که شخص دولتمند به ملکوت خدا وارد شود. اما چرا عیسی از آن مرد خواست که اموالش را بفروشد و به فقرا بدهد؟ زیرا دید به جای اینکه اموالش در تملک او باشد، خودش در تملک اموالش است. زیرا اموالش عنان او را در دست داشتند به جای اینکه خودش عنان اموالش را در دست داشته باشد. به همین دلیل از روی رحم و شفقت گفت